برای بحث بیشتر روی این موضوع آقای منصور هدایت آگاه اقتصادی را اینجا در استودیو با خود داریم. آقای هدایت سلام بر شما و به بحث خوش آمدید. سلام بر شما، تشکر از دعوت کردید. گفته شده که 20 میلیون دلار در 34 ولایت افغانستان و به 10 زون برای نهادهای غیر دولتی و همچنان اجتماعی و مدنی هزینه خواهد شد. این نهادها در زیر پوشش UNDP که قرار خواهد گرفت کدام نهادها خواهد بود؟ به نام یاد خداوند، با سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز. نهادهایی که زیر پوشش UNDP قرار میگیرند معمولا انجوهایی هستند که در زمینه‌های اجتماعی اقتصادی فعالیت میکنند، یعنی با دور از حکومت امارات اسلامی افغانستان قرار دارند و اینا معمولا در عرصه‌های اجتماعی، در عرصه کمک رسانی، در عرصه بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی و معمولا در عرصه اشتغالزایی برای مردم افغانستان خدمت میکنند و تقریبا ثبت رجیستر شده وزارت اقتصاد هستند و علاوه در پورتالی که یون برای انجوها تهیه کرده اینا راجستر هستند و از طریق اینا UNDP و معمولا سازمان‌های انکشافی بین‌المللی خدمات خود مردم افغانستان انجام میدن. مشخصاً کدام نهادها؟ مشخصاً معمولا نهادهای مختلف وجود دارند. مثلا یکی از این نهادها DRC هستند، دانش ریفیوجی کانسل، و نهادهای دیگه انجوهای دیگه هم هستند. مثلا دو پروگرام بسیار کلان که در یک آخر DRC روی دست گرفته، یکی که پرداخت در مقابل کار هست و علاوه بر کمک‌های تکنیکی و مالی از تشبثات کوچک در افغانستان که اینا منبع اشتغالزا و منبع عاید برای مردم افغانستان هستند. از این قبیل نهادها در افغانستان وجود دارند که معمولا در این فعالیت میکنند و میتونن که آیا نهادهایی که قبل از این فعالیت داشتند و با ورشکست مواجه شدن این کمک ها برایشون صورت خواهد گرفت یا نه؟ این پول برای ایجاد نهادهای اجتماعی و اقتصادی دیگری است در آینده؟ هدف کلی از این منابعی است که بتونن در افغانستان حداقل در چند عرصه بتونه موثر باشه. یکیش است که بتونه موثریت اجتماعی رو ببر بیاد، دومی که ما شدیداً در یک فقر گسترده مردم افغانستان قرار داره، بتونه که حداقل مرهمی بر این مردم در دیده باشه، ولی بخش سومش میتونه برای انکشاف اقتصادی مصرف شود که در این سه بود میتونه که مصرف ها موثریت خود داشته باشه. معمولا در عرصه اجتماعی اگر یک به اساس یک مکانیزم درست و به اساسی که برای کسایی که واقعا واجد شرایط هستند و بیشترش چنانچه ما در گزارش دیدیم مصرف داری نشه، بتونه به کسی که احتیاج داره در دستش قرار بگیره، واقعا میتونه یک رویکرد مناسب باشه. و علاوه مهمتر از این میتونه در بخش اقتصادی باشه که حمایت از تشبثات کوچک متوسط در افغانستان امروز بیشترین نقش در اقتصاد افغانستان دارن، تقریبا بیشتر از 80% GDP و تقریبا بیشتر از 85% استخدام تشکیل میدن که با تحولات اخیر شدیدا در افغانستان آسیب پذیر شدن. اگر حمایت از اینا از این طریق صورت بگیره در بخش اقتصادیش به مراتب میتونه که موثر باشه و چالش مقطعی و زودگذرایی که ایجاد شده بتونه در میان مدت حداقل مرهمی باشه تا کمک شه بر مردم افغانستان. با توجه به تشکیلاتی که خود UNDP دارد و مؤسسات خارجی دیگری که پول را بالاخره آورد به افغانستان یا میآورد، چه مقدار از این 20 میلیون برای این نهادهای که منتظر هستند و یا هم با ورشکست مواجه شدن خواهد رسید؟ تجربه ما در 20 سال گذشته نشان داده که اکثرا پول هایی که در افغانستان به مقصد اجتماعی و انکشافی مصرف رسیده مزیت نهاییش بیشتر مردم افغانستان احساس نکردن. حتی بنابر بعضی از گزارش ها که ما استناد کرده نمیتونیم که کدام گزارش هستند، بیشترشان استناد به داشتن که از هر دلار تقریبا 90 سنتش مستقیما منافع برای مردم افغانستان خلق نکرده، فقط 10 سنتش مستقیما منافع برای مردم افغانستان خلق کرده. بنابراین این میتونه به اساسی باشه که بیشتر بتونه روی منافع برای مردم افغانستان فکر بکنه، نه روی که بتونه بیشتر من حیث یک ابزاری باشه به خاطر بعد از آوردن مافیاهایی که اقتصادی که در اقتصاد وجود دارند. از این خاطر میتونه اگر بیشتر به منافع افغانستان و برنامه‌ها و طرحهایی که روی دست گرفته میشه به اساس 20 میلیون دلار بیشتر برای منافع مردم افغانستان تمام شه، بتونه مراتب مفیدتر و کاراتر و بتونه مشکل مردم افغانستان حل کنه. ولی گفته شده اینجا یک پرسش دیگر هم وجود داره. 34 ولایت تحت پوشش قرار خواهد گرفت. برای 34 ولایت تنها 20 میلیون دلار کافی است؟ از نظر ما به هیچ وجه مبلغ 20 میلیون دلار کافی نیست. حتی شما دیدین که گزارش ها استناد به داشت که بیشتر به خاطری که بتونیم حداقل یک وضعیت مناسب اجتماعی را و حداقل سطح فقر در افغانستان کاهش بدیم، ما بیشتر از میلیاردها دلار ضرورت داریم. نه تنهایی که ما با 20 میلیون دلار بتونیم مرهم مناسبی برای ایجاد بکنیم، اما از نظر ما هر کمک توسعه‌ای که ولو به اندازه کم یا میانه یا بزرگ باشه برای افغانستان صورت بگیره میتونه برای مردم افغانستان مفید باشه. اما با هیچ وجه 20 میلیون دلار به 34 ولایت و 10 زونی که شما گفتین کافی نمیدانیم. از این خاطر شاید بتونه مرهم کمی برای مشکلات مردم افغانستان باشه، اما به هیچ وجه نمیتونه که بسیار یک رویکرد منظم باشه. به صورت کل پروسش در پیوند به همین کمک ها داشته باشیم در طی همین 11 ماه قرار گزارش ها نزدیک به 3 میلیارد دلار
یا انده، یعنی یا کم و زیاد از این به افغانستان به عنوان کمک آمد، ولی تاثیرگذاری آنچنان قابل ملاحظه روی وضعیت نداشته. حتی گفته می شود که فقر و تنگدستی و بیچارگی در بخش اقتصاد مردم بیشتر شده. چرا این کمک ها اثرگذار نیست؟ دلایلی را ما میتونیم در چند بود مورد مطالعه قرار بدیم. یکی است که ما در بود جهانی میتونیم وارد این مسئله شیم. شما در جریان هستین که امروز اقتصاد جهان در حال متزلزل شدن است و تقریبا اون اقتصاد پایداری که در گذشته وجود داشت امروز وجود نداره. ما در بخش مواد اولیه حتی کشورهایی که توسعه یافته هستند همانند کشورهای اروپایی ما شاهد هستیم که قیمت نفت گاز حتی در آلمان به 300% افزایش کرده و در ترکیه می قسم قیمت مواد اولیه مواد خوراکی تقریبا ما بخشی از اقتصاد جهانی هستیم و این اقتصاد جهانی تاثیر بالای افغانستان هم طبیعتا که داره. بحث دومش برمیگرده بر موضوع داخلی ما و خصوصا ارزش پولی ما که بیشتر ارزش پولی در یک نوسان بسیار شدید قرار داشته. ما نتونستیم اینو مدیریت بکنیم. ما از مرز 46 افغانی امروز رسیدیم تا 88 90 افغانی که طبیعتا ما یک کشور وارداتی هستیم و تقریبا در حدود بیشتر از 90% کسر بیلانس تجارتی داریم. این شدیدا تاثیر میگذاره روی وضعیت اقتصادی. این بحث اقتصادی یا تجارتی این طرف، ولی آن سوی طرف کمک های بشری بودند تا حال که شده و بعد این هم می شود کمک های بشردوستانه هستند که برای مردم عام باید توزیع شوند. عملا اگر مواد خوراکی است، البسه است، موارد بهداشتی است، لوازم بهداشتی است یا پول و نقد است، ولی حداقل اینا به گونه درست توزیع شدند. اگر شدند چرا اثرگذار نیست؟ بس ما در اینجا می آمدم که بسی است که اینا زمانی که توزیع میشن ما قدرت خرید مردم در افغانستان بسیار کمتر شده. ما با $1 متایی که قبلا خریده میتونستیم امروز نتونستیم. از این خاطر ما بسیار نتیجه ملموسی را روی مردم احساس نمیکنیم. علاوه بر بخش دومی سوال شما بود که این چگونه نتونسته که حداقل بسیار قابل ملاحظه باشه که در حدود چند میلیارد دلار صورت گرفته. ای است که بازم متاسفانه بیشترش مصارف اداری خود کسایی که کمک ها انجام میتن این جوانهای بین‌المللی که میکنن انجام میشه و بازم یک طرح منظم به خاطری که بتونه منافع نهاییش بیشتر مردم احساس بکنه متاسفانه در این زمان هم وجود نداشته. در این میان حکومت هم نقش داشته. در برخی از ولایت‌ها قرار گزارش ها ریاست زراعت حکومت کنونی کمک ها را توزیع میکند. حکومت نقشی داشته ما رد کردن نمیتونیم. ما شاهد هستیم که در این اواخر هم از طریق حکومت بعضی از کمک‌های انکشافی صورت گرفته، کمک‌های بشری صورت گرفته، اما بیشتری از طریق نهادها و انجوها میشه. مثلا به اولین باری که پول وارد افغانستان میشه مستقیما بر حکومت تحویل داده نمیشه. این برای بانک‌های خصوصی تحویل داده میشن و از طریق او میتونه که برای بخشایی که آسیب پذیر هستند توزیع میشه. از این خاطر تا حال که حکومت در توزیع این کمک‌ها نقش داشته، نظارت داشته، ریاست زراعت ولایت‌های این حکومت عملاً وارد عمل توزیع این کمک‌ها بوده، چه مسئولیت داشته که این کمک‌ها به گونه کامل باید در اختیار حکومت قرار بگیرد؟ مشکل اساسی افغانستانی است که تا هنوز متاسفانه ما اقتصاد و سیاست دو پهلوی یکدیگر هستند. ما تا زمانی که نتونیم به یک وضعیت مناسب سیاسی دست پیدا بکنیم نمیتونیم به وضعیت مناسب اقتصادی دست پیدا بکنیم. بدان نهادهای بین المللی در دو طرف و دولت افغانستان دو طرف قضیه قرار دارند که یک هماهنگی کامل بینشان ایجاد شده نمیتونه، بنابراین که حکومت افغانستان متاسفانه تا هنوز از طرف هیچ کشور دنیا به رسمیت شناخته نشده. از این خاطر نمیتونن که میکانیزم نظارتی هم در دست نهادهای بین المللی اگر این یک گونه باشه در دست حکومت افغانستان به گونه دیگه است. بنان یک وحدت نظر و یک وحدت نظارت بین دو وجود نامده و یکی از دلایلی که باعث شده این کمک‌ها مسئولیت چندانی بالای مردم افغانستان خلق نکنه این بوده میتونه. سپاس از شما منصور هدایت، آگاه اقتصادی. بخیر باشید.